داداش من همین رفتم چاپ چیز این تو یه دلیل نمیدی به من قشنگم؟ دلیل میخوام پرپرت کنم. بابا بیا دیگه بچه سال. داداش خودت دلیل بده. کدوم این آره کاپونه. نه اون نه زدم پرپرشون کردم تو این چیز ما مار لابماری. داداش من الان هر کی بهم دلیل بده پرپرش میکنم. بودی تو میتینگ اونجا میزدم تو سری تو دوباره دنی مشکی اومده و طولکی تو اینا رو از گذشته رو کردی که صورتیشم ولیکن تنت میکنم من شورت صورتی رو پیسم رو کنم که میکنن این دخترا کیرت. من اهل ریا نیستم و نخواستم خود نمایشه تو همه خود ارضاییات مدرک خود کفاییت مسیرت شده هم مسیر سید مصطفی دیگه شدی خایمال سوار روی خایه هم لبات چند بار دیگه با عدالت من جاش لالبات طلای خائنای یا ملای آورام الان دل دروغاتونو میکنم پاره با کلام رتی زدی ولی رپی گاییدم دیکاپریو هم باشی چاقی میشی شکیرا پیشم یو فناتیست منو قدیما دیدن و ترسی ندارم برام روش از قدیما کیم فدای سرشونم اونایی که ندیدنم لقبم عوض چی انکار نمیشه حقیقتم تو همون ویدیو که تو میکردی مخابره 4000 برابر از الان تو قوی ترم جاقی پاشو من چند سالی با ظرف دارم جاقی پاشو چیا میگرد تا دربارم کجاشو دیدی تا اول رو هم جاقی پاشو من یه هشتاشم با ظرف دارم تنها کسی که وصلم همیشه فقط خدامه پسر اشتباس از من همه یه تصوراتت هدف ملتفت بالا رفتن کشته هامونه هدف مشکی تغییر دادن این تفکراته میم مشکی میچربت چاقل به میم ملتفت تو میم مشکی معرفتیه که میشه منعکس میمشون مردن مرام مردم میم منفعل پا با این تفاسیر نداری ما یه میم مشترک وطن فروش نمیشم من مثل نوری زاده تو ایرانم چون خونه بچه همون رو دیواره کسکش دو عالمی اگه اینو ثابت نکنی مشکی برسانه یوتیوب را پولی داده فرقی با تو ماش ندارم هرچی قد خودش باید که در ظلم و جنایت رو تخته کنه تو استوری نذاشتی واسه اعدامیا تو بگو با سهراب و سامان چیه فرق خودت جاقی پاشو من چند سالی با درس دارم جاقی پاشو چیا میگرد تا دربارم کجاشو دیدی تا اول کارم جاقی پاشو من یه سب با هم با درس دارم یه حرکتی زدم بگم وصل نیستم تو جنم نداری که با این کارا درگیر چی اوکی اسم و رسم قدیمیمو رو کردی حالا میتونی ثابت کنی خودت وصل نیستی چطور سیاسی خوندی چطور الان بیرونی اینطور که فیمی نبودم تو قالب سبا حتی نمونه‌هاش هست تو این شهر درندش مثل حسین رونقی مثل مادر ستار لاشی درونت زنجیر کن لطو پاره شد در کی با مشکی درگیر شد قبل لفظ $5000 یوتیوب هم جون پدر بزرگوار تحقیق کن میخری ترحم با سرطان مامان خونه که وقتی شیمی درمانی بود خونه کاواره بوده میکنم کارگری واسه پول تولید موزیک من برشگارت چوبم اره میدم لاچا که کونه جاقی پاشو من چند سالی با درس دارم جاقی پاشو چیا میگرد تا در